چطور در کال آف دیوتی موبایل حرفهایی شویم؟ آمادهایی برای اینکه دوستانت رو از بازی حرف‌زده کنی. اول از همه باید تنظیمات بازی رو مثل یک حرفهای سفارشی کنی. از بازطراحی کنترل‌ها تا بالا بردن حساسیت، همین تغییرات کوچک میتونه تغییر بزرگی ایجاد کنه. حتما همیشه در حال حرکت باش. کم کردن برای حرفهای‌ها جایی نداره. روی مپ‌ها مسلط شو، نقاط استراتژیک رو بشناس و در برابر دشمن‌ها هوشمندانه تصمیم بگیر. همیشه پشت درخت و سنگ باش، هیچ وقت در فضای باز خطا نکن. تفنگ مناسب، تجهیزات کامل و پرک‌های قدرتمند پایه‌های یک بازی حرفهایی. استرخص‌هایی رو انتخاب کن که سبک بازی تو رو تقویت میکنه. اگر ماده حمل‌های دوست دارید، زی و نارنجک‌ها رو فراموش نکن. برای دفاع، اسنایپ و پرک‌های دفاعی انتخاب هوشمندان‌های. به نقشه توجه کن و همکاری تیمی رو جدی بگیر. هیچ قهرمانی بدون تیم به بزرگترین نبرد نمیرسه. دائما شلیک کن، ولی فکر کن که وقت شلیکت هزینه داره. کشتار بی جهت یا شلیک بیجا فقط موقعیت تو رو لو میده. همین الان وارد بازی شو و نکات رو تمرین کن. اگر دوست داری حرف‌های تر بشی، این ویدیو رو با دوستانت به اشتراک بذار، نظراتت رو برامون کامنت بذار و اگر نکته‌هایی هم داری بگو. با هم رشد کنیم و یه تیم حرف‌هایی بسازیم.